بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که الله متعال به شما صحت و تندرستی و به همین صورت سعادت و خوشبختی رو نصیب بکنه. همه ما رو در سایه حمایت خودش و در سایه لطف خودش در مسیر صحیح و خوشبختی به ما موفقیت رو عنایت بکنه. گفتیم که ذکر یا یاد آوردن یکی از مهمترین نیازهای انسان هست و فراموشی یکی از مهمترین عارضه هایی هست که بر انسان وارد میشه. و ما هم برای اینکه به خاطر بسپاریم و چیزی رو بیاد داشته باشیم و به عارضه فراموشی دچار نشیم، خیلی از اموری که برامون حائز اهمیت هست رو براش اسباب و وسایلی رو انتخاب میکنیم که یادآوری رو موجب بشه. گاهی ساعتی هست که برامون یاد آورنده هست، گاهی نوشته‌ای هست که یاد آورنده هست و گاهی شخصی هست که بهش میسپاریم که به یادتون بندازه. جالب اینجاست که دین مبین اسلام هم مهمترین اموری که در زندگی باید اونها رو بیاد داشته باشیم و فراموش نکنیم رو برامون یاد آور میشه و برامون بیان میکنه، مفصلا برامون توضیح و تبیین میکنه و هم راه به خاطر سپردن و یاد آور شدن رو برامون تجویز میکنه. هم اولویت ها و اهمیت های امور رو برامون معرفی میکنه و هم برای در نظر گرفتن و غافل نموندن از اهمیت و از حیثیت این امور برامون راه های مختلفی رو تجویز میکنه. بر این اساس وقتی ما به اذکار نگاه میکنیم، یک نگاه شامل و جامعی هست، یک نگاه پویا و پرمعنا و مؤثری در زندگی و در ابعاد مختلف فعالیت‌های فردی و اجتماعی هست. متاسفانه عموما ما از مفهوم ذکر تسبیحی رو در ذهن خودمون داریم که از مهره‌های معینی تشکیل شده و در دست افراد معینی قرار داره. گاهی باش بازی میکنن، گاهی هم استغفرالله شاید باش ریا هم صورت بگیره و گاهی هم بالاخره یک سری الفاظی رو به زبان میارن که میخوان شمارش معینی رو یا عدد معینی رو با این مهرها در تکمیل کنند. واقعیت اینجاست که این نوع نگاه به ذکر برخواسته از ندانستن و غافل ماندن از حقیقت ذکر و اذکار در دین اسلام است، در شریعت محمدی هست صلی الله علیه و سلم. قرآن کریم وقتی که ذکر کثیر رو با کثرت یاد آور میشه، در موقعیت‌های مختلف برامون توصیف میکنه و اهمیت این موضوع رو برامون بیان میکنه و به همین صورت جنبه‌های مختلفی از اموری که باید بیاد داشته باشیم رو برامون یاد آور میشه و سیرت نبوی صلی الله علیه و سلم هم وقتی که برامون به همین صورت با مفاهیم و الفاظ و
عبارات متعدد و مختلف در موقعیت‌های متعدد برامون مطالب مختلف رو بیان میکنه. همه اینها بیانگر این هست که ذکر الفاظی بی‌معنا و عددی فقط در ضمن نظام ریاضی و حساب نیست که ما این الفاظ رو با حساب معین تکمیل کنیم. ذکر مفاهیم و معانی بسیار عمیق و بسیار وسیع و مؤثر در زندگی ماست که باید ما با اونها روح و روان و زندگی خودمون رو عجین کنیم، باش زندگی کنیم، باش نفس بکشیم، باش راه بریم، باش فکر کنیم، باش ارتباط با الله یکتا داشته باشیم، با خالق زمین و آسمان داشته باشیم و با مخلوق داشته باشیم. ارتباط سالم، ارتباط درست، ارتباطی که مقام الوهیت الله رو هم محفوظ نگه میداره و ارتباطی که مقام اخوت و برادری دینی رو هم با دیگران، انسانی رو هم با هم نوعان محفوظ نگه میداره. این هست در واقعیت حفظ، اون چی که ما به عنوان ذکر میدونیم. ذکر بسته شامل و جامعی هست. افضل این اذکار و برترشون کلمه توحید و لا اله الا الله هست. کلمه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و میگن اگر در پله از میزان قرار بگیره و این کلمه در و دنیا در زمین و آسمان در پله دیگرش قرار بگیره، این پله خوابیده. چرا؟ آیا وزن فیزیکی موضوع مطلب هست یا اهمیت و حیثیت و مقام و نظاممند بودن یا پیام آور بودن؟ خب کلمه ای هست. وزن فیزیکی نمیتونیم برای ما در نظر بگیریم، حیثیت و ارزشی رو میتونیم در نظر بگیریم که در واقع کل این زمین و آسمان بر اساس این کلمه توحید بنا شده و زمین و آسمان ها هم بنا خواهد شد و این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه هر چی هم بذاریم باز هم برابر با کلمه توحید خواهد کرد، چون کلمه توحید اساس و پایه جهان آفرینش است. بوده و خواهد بود و آفرینش هم ادامه داره و خواهد داشت. متاسفانه کلمه توحید رو ما برامون ترجمه ای که شده این هست که وجود یکتای الله رو با اینکه خدایی نیست مگر خدای الواحد یا نیست خدایی مگر الله، ما قضیه رو پایان میدیم و فکر میکنیم که ادای معنا و مفهوم کردیم. در نتیجه با همین تداعی معنوی هم این اذکار رو به زبان میاریم یا این ذکر رو به زبان میاریم. واقعیت این است که ترجمه حقیقی این اثبات یکتایی خدایی الله هست، نه اثبات وجودش، یکتایی وجودش. وجودی بی همتاش موضوع اساسی نیست که ما در پیام توحیدی بخوایم ادا بکنیم. واقعیت اینه که اون چیزی که در ارتباط با پیام توحیدی هست خدایی الله هست، فرمان روایی و حاکمیت الله هست، الوهیت الله هست. یکتایی وجود فقط نیست. یکتایی وجود برامون وظیفه آفرین نیست. یکتایی نقش موجود هست، الوهیت الله هست، خدایی خدا هست که برامون اهمیت داره. و اله در زبان عربی اسم ذات نیست، صفتی هست که در برگیرنده
تمام صفات کمال و جلال الله متعال هست. یعنی هیچ موجودی که صلاحیت و شایستگی الوهیت، پرستش، دلبستگی، وابستگی، حاجت روایی و اعتماد کردن از اون وجود رو کسب کردن و حاکمیت و سلطان جهان رو به از او دونستن وجود نداره. فقط او هست. حتی خود اصلش، ریشه این واژه هم از اله یعله هست که به معنای پناه بردن هست، به معنای پناه خواستن هست، به معنای عبادت و اطاعت مطلق کردن هست. شایستگی تمام صفات کمال رو اللهی داره که همه این خلائق صفات نیک رو از او گرفتن و او به هیچ کسی نیازمند نیست و همه به او نیازمند هستند. این افضل الذکر که لا اله الا الله هست، کلید ورود به دین و به اسلام و به امنیت و آرامش حقیقی تلقی میشه و با مؤمن همونطوری که از ابتدا همراه بوده تا آخر حیات باید همراه باشه. یک کلیدی هست که شاه کلیدی هست که از ابتداء حرکت مثبت انسان بر مسیر عبودیت در دستش باید باشه و تا نهایت و آخرین لحظات حیات که آخرین کلمش لا اله الا الله باشه باید در اختیارش باشه. این شاه کلیدی هست که کل حیات و ممات انسان رو در بر داره و همه اینها رو در مسیر عبودیت الله متعال قرار میده. در موارد مختلف این شاه کلید به طور خصوص و ویژه برامون تجویز شده است و ما به طور عموم از کاری رو که انشالله مطرح خواهیم کرد با توجه به موقعیت ها و اهمیت هایی که و نقش های معنایی و محوری که داره به طور مفصل خواهیم گفت، ولی کلمه توحید و لا اله الا الله رو از ابتدا که ما میگیم تا میایم داخل اذان تا داخل نماز که به همین صورت تا خاتمه این نماز تشهد این تکرار میشه و در بعد از نماز و در کل حیاتمون در عبادات های متعدد این جمله جا داره. برای اینکه بهتر بتونیم نقش این جمله بنیادین یا این برترین ذکر رو در نظر بگیریم، چند مورد رو من یادآور میشم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این موارد رو به طور ویژه با این ذکر توصیه کردن و این مواردی که از اینها خاتمه بعد از وضو هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما منکم من احد یتوضأ، وضو گرفت، وضوش هم تکمیل کرد، ثم یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانیه يدخل من ایها شاء. رواه مسلم. این رو امام مسلم روایت بکنه از عقبه ابن عامر که هیچ کدوم از شما بعد از وضوش تکمیل نمیکنه و نمیگه این جمله رو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این جمله رو نمیگه مگر اینکه براش درهای هشتگانه بهشت باز میشه. یعنی این جمله در برگیرنده تمام راههای عبودیتی هست که ما رو به دروازه های بهشت میرسونه.
با فهمش، با درکش، با تطبیقش، با تعمق روش و با رعایت کردن مصادیقی که در بر داره. چیز جالب این هست که اونجایی که شهادت توحید هست ما دو شهادت داریم، شهادت سومی وجود نداره که بهش اضافه کردن. اون شهادت سوم بدعتی هست که متاسفانه با نام ولایت و دوستی اهل بیت بر دین اضافه کردن. این هم در زمان قاجار در واقع اضافه شده در اذان و در اقامه. در حتی در فقه تشیع هم این وجود نداشته. زمان قاجار تو ایران اینو رواج کردن، اشهد ان علی ولی الله رو در اذان و در اقامه وارد کردن. فاصله چندانی هم نیست با اینا، با این موقعیت که ما هستیم. ولی متاسفانه هیچ کسی هم توجه نمیکنه که عبادت مطلقی که الله متعال به عنوان اذان و اقامه برامون تعیین کرده چطوری ما بتونیم درش بعد از 13 قرن چیزی رو اضافه کنیم و شهادت سوم رو به دو شهادت اصلی اضافه کنیم. رابطه شهادت دوم با سوم در واقع رابطه تطبیقی هست، نه تکمیلی. تطبیقی بی معنا که شهادتی که ما میدیم در قالب توحید عبودیت یکتای الله متعال رو میرسونه و این عبودیت عملا ممکن نیست که تطبیقش بدید مگر با اینکه رسالت خاتم المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بپذیرید و بهش پایبند بمانید. در نتیجه شهادت دوم در واقع تطبیق عملی شهادت اول است، یا شهادت دوم در واقع یک سکه‌ای هست که روی دوم سکه به شمار میاد. روی اول سکه توحید الله هست، یکتایی الله هست. شهادت دوم شریعتی هست که در نبوت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برامون انتقال پیدا کرده که اطاعت اون بر مبنای اون توحید بر ما واجب میاد. در نتیجه این دو شهادت در حقیقت جنبه تطبیقی با هم دارن. این شهادت دوم تطبیق شهادت اول به شمار میاد. عبادت الله متعال عملا، یکتایی الله متعال رو عملا نمیتونه انسان در زندگی خودش تنفیذ بکنه و نشون بده مگر اینکه شریعت خاتم المرسلین رو بشناسه و بهش پایبند بشه. و بقیه شرایع هم که میدونید که اضافه بر اینکه منسوخ شده هست، اضافه بر اون دچار تحریف هم شده و چیزی در اختیار ما با امانت وجود نداره که ما بتونیم ادعا کنیم که اینها هم شریعت الهی بوده یا میتونه باشه. به هر حال این شهادت یعنی شهادت توحید در موارد مختلف برامون یاد آورنده چند موضوع هست. اولین موضوع در خاتمه همین شهادت میگه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک، حاکمیت، و له الحمد، صفات کمال، و هو علی کل شیء قدیر، اقتدار کامل الله متعال. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الفضل و له النعمت و له الثناء الحسن. فضل مال اون هست، نعمت مال او هست و ثنا و صفات شایسته هم کمال هم مال او هست. لا اله الا الله وحده لا شریک له لا نعبد الا ایاه. عبادت نمی کنیم، بندگی نمی کنیم مگر او رو. و این عبادت بندگی با ایمان به رسالت و اطاعت سنت نبوی صلی الله علیه و سلم میتونه محقق بشه. از الله متعال میخوایم که این کلمه شهادت رو هم برامون به عنوان ذکر دائم و ثابت سر لوحه زندگیمون قرار بده و با این کلمه ما رو زنده نگه داره و آخرین الفاظی که به زبانمون در این دنیا میاد باز هم کلمه توحید و شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله باشه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.